اگه تو هم توی ارگاندروید از این قسمت آکورد گیری میکنی و ببینی که توی قسمت آکوردت مشکلی هست و نمیتونی درست آکورد گیری کنی و صدای خیلی عجیب و غریبی میده، چگونه میتونیم اینو تنظیم کنیم؟ خیلی راحت. میایم توی این گزینه لیست آپشن. توی این لیست شما 5 تا گزینه می‌بینید. از این 5 تا گزینه شما باید روی گزینه یوزر دیفینیت کورد قرار بدین. حواستون باشه فقط باید روی این گزینه قرار بگیره. بعد از اینکه روی این گزینه قرار دادین، میایم گزینه این قسمت فایل بالایی رو میزنید و میایم پایینتر. شما اینجا 2 تا گزینه می‌بینید: کاستومیزد ماژور کورد، کاستومیزد مینور کورد. شما باید روی گزینه کاستومیزد مینور کورد قرار بدین. حواستون باشه ماژور نه، مینور فقط. بعد از اینکه روی گزینه کاستومیزد مینور کورد قرار دادین، میایم بیرون و میبینین که اون قسمت آکورد ما به درستی تنظیم شد و میتونین به همین راحتی آکورد گیری کنین. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. منتظر آموزش دیگر ما هم باشید. لایک و فالو یادتون نره. مرسی.